سلام رفقا، به کانال خودتون خوش اومدین. امروز اومدیم تا دوباره طبق روال هفتگیمون تحلیل قسمت جدید فصل دوم سریال سیلو رو داشته باشیم، با این تفاوت که این هفته با یه اپیزود پر و پیمون طرفیم. خب وقت رو تلف نکنیم و بریم سراغ کارمون. این بار قضیه رو با سیلو 18 شروع میکنیم. لوکاس بخشی از نامه رو ترجمه کرده و داشت به برنارد گزارششو میداد. چیزی که جالب بود صحبت از 51 سیلوی ساخته شده توسط بنیانگذارا بود که برنارد اونو گفتش. خب طبق نامه کوین و طبق صحبتایی که ما قبلا از سولو شنیده بودیم، سیلو باید 50 تا باشن. اما قضیه این یه دونه سیلوی اضافی چیه؟ اولین تئوری اینه که برنارد داره اشتباه میکنه و واقعا همون 50 تا سیلو وجود داره. برهان این تئوری هم اینه که اگه دقت کرده باشین، میزان اطلاعات برنارد به نسبت سالوادور کوین که قبلا هم تو همین سمت بوده یا حتی سولو کمتره. مثلا اون راجع به تونل زیر سیلوها هیچی نمیدونست. حتی اون جمله‌ای که گفت همه رؤسای آیتی و سایه‌هاشون از بقیه سیلوها خبر دارن هم تا حدودی میلنگه. چون مثلا سیمز هیچ وقت هیچ اطلاعی راجع به دنیای بیرون نداشته و حتی تو فصل قبل وقتی که جولیت تصاویر هارد رو تو کامپیوتر همه پخش کرد، برنارد از سیمز خواست که نگاه نکنه. از طرفی هم نمیشه بیخیال این یه دونه سیلو شد. این تک سیلویی که سر 50 یا 51مین بودنش اختلاف نظره، احتمالاً یکی از مهمترین بخشای ابهامی داستانه. تو ادامه رمزگشایی‌های لوکاس به یه چیزی برخوردیم به اسم پروتکل محافظت بنیانگذارا. اینجوری بود که تو نامه نوشته بود بنیانگذارا 50 تا سیلو ساختن و همینطور اونا طرح محافظت رو خلق کردن. خب این طرح محافظت چیه؟ الان بهتون میگمش. یه بخشی از نامه این قسمت رمزگشایی شد که به ما نشونش ندادن و فقط لوکاس اونو دید و بعد از این بخش مرموز سالوادور کوین گفته بود که اگه حرفمو باور نمی‌کنی برو زیر سیلو تو تونل تا حرفم بهت اثبات شه. لوکاس هم این کارو کرد و با کمک گرفتن از آشنایی قبلیش با جولیت مثل یه کارت عبور خودشو تو این بلبشوی شورش به زیر سیلو رسون. قبلش هم رفت اون کتاب پیمان نامه سالوادور کوینو به مادرش داد تا اونو قایم کنه. این نشون میده که اون رازی که از نامه ها متوجه شده احتمالاً قرار از برنارد مخفیش کنه و کم کم داره جا پای مدوز میذاره که هرچی بیشتر از این نامه متوجه میشده بیشتر از برنارد دورش میکرده. راجع به طرح محافظت صحبت میکردیم. لوکاس به کمک شرلی به اون پایین و پناهگاه جورج رسید و خودشو با طناب به سمت آب رسوند. عجیبه که تو همه این سالا همه مثل شرلی فکر میکردن که اون آب خیلی عمیقه و بی انتهاست. حتی خود جولیت فصل اول وقتی اون پایین رفت متوجه این کم عمق بودنش نشد. در هر صورت لوکاس خودشو به اون تونل رسوند. حالا بیاین راجع به اون صدایی که شنید صحبت کنیم. اول از همین که اون صدا قطعاً یه هوش مصنوعی یا یه صدای ضبط شده نبود. اینجوری نبود که مثلا جملاتشو از قبل حفظ کرده باشه و فقط بخواد بگردشون. اون صدای یک انسان بود، کسی که داشت توی همون لحظه با لوکاس صحبت میکرد. چیزی که من حدس میزنم اینه که این صدا یه چیزی شبیه به همون پیجر برنارده که درست موقعی که یه اتفاقی پیش میاد قرمز میشه و انگار شخص یا اشخاصی اونو صدا میزنن. مثلا یه آدم زنده که داره همزمان همه چیزو میبینه. اما خب چطور ممکنه که این فرد 140 سال پیش با سالوادور کوین و 25 سال پیش با مدوز هم صحبت کرده باشه؟ اینا هر چیزی که هستن احتمالاً مربوط میشن به همون یه دونه سیلوی کذایی که اول ویدیو راجعش صحبت کردیم. خب بگذریم. صدای به لوکاس گفتش که قبل از تو فقط 3 نفر اینجا اومدن: سالوادور کوین و مدوز و جورج، که البته من با جورج صحبت نکردم. تو هم اگه راجع به مکالمه امروزمون صحبت کنی ما مجبور میشیم که طرح محافظتمون رو اجرا کنیم. اگه یادتون باشه مدوز موقع مرگش به برنارد راجع به نامه سالوادور کوین گفت، اما هیچی از تونل و این قضایا به میون نیاورد. حتی با وجود اصرارهای برنارد و اینکه میدونست داره میمیره و سعی کرد فقط برنارد رو تو این مسیر قرار بده که خودش بره و ماجرا رو بفهمه. تئوری که هست اینه که خب اون از طرح محافظت میترسیده. به نظر میرسه که طرح محافظت یه چیزی شبیه به پاکسازی کل اعضای یک سیلوه یا حداقل یه چیزیه که جون آدمای زیادی از اون سیلو رو به خطر میندازه، نه فقط شخص صحبت کرده با صدا رو. وگرنه مدوز اون موقع داشت میمرد، پس یه چیزی واسه از دست دادن نداشت. خیلی دوست دارم بدونم واقعا ماجرا از چه قراره. میتونم بگم که این خط داستانی از این قسمت منو واقعا به آینده سریال امیدوار کرد. نظر شما چیه رفقا؟ حتما تا هفته آینده منتظر تحلیل قسمت آخر باشین و ما رو ساب کنین تا رفاقتمون رو هزارتایی کنیم. خب بریم سراغ جولیت و سیلوی 17. خب ما دیدیم که این بازموندا در واقع از اول داشتن جولیت رو زیر نظر میگرفتن و بهش میگفتن قاتل و میخواستن بکشنش. این واژه کیلر احتمالاً یه داستانی پشت خودش داره. در واقع انگار قبلا کسایی از بیرون به این سیلو وارد شده بودن و مابقی بازمونده ها رو کشته بودن و واسه همینم بودی که اون دختر آوری انقدر از جولیت میترسیده و میخواسته بکشتش. کسی چه میدونه؟
میدونه، شاید این همون طرح محافظت بوده. خب بریم سراغ گذشتهشون. ماجرا از این قرار بوده که مادر پسره و پدر دختره احتمالاً آخرین بازمونده‌های سیلو بودن و قاعدتاً واسه پیدا کردن غذا دچار مشکل بودن. تنها منبع غذایی نسبتاً تموم نشدنی سیلو هم که همون اتاق سرور. اونا اول سعی کردن که با کندن دیوار وارد شن و در واقع اونا کسایی بودن که روی در ورودی نوشته بودن ما که بالاخره وارد میشیم و بعدش با پیدا کردن رمزی که ما تلاشاشون رو روی تخت سیاه کلاس سولو هم دیدیم بالاخره وارد هم میشن و به سولو تیر میزنن. سولو هم وقتی که اونا توی اتاق بودن در روشون میبنده و خفشون میکنه. بعدم اتاق سرور رو باز میکنه و جنازه هاشون رو بیرون کنار همدیگه میخوابونه. اگه یادتون باشه ما تو تحلیل قسمت اول گفته بودیم که این صاف کنار هم خوابیده بودن این دوتا جنازه طبیعی نیست و حتی تئوری داده بودیم که احتمالاً سولو اونا رو کشته. الانم خب به تبع بچه‌هاشون می‌خواستن که از سولو انتقام بگیرن، اما فهمیدن که سولو هم مثل خودشون یه قربانیه و از عمد پدر و مادرشون رو نکشته. همونطور که تو تحلیل‌های قسمت‌های قبلا بهتون گفته بودیم طبق شواهدی که وجود داره و جولیت همشون رو گفت سولو در واقع همون پسر راسله و اسم واقعیش جیمیه. داستان زندگی جیمی رو چون در واقع اسپویل خاصی هم نداره میخوام واسهتون از روی کتاب بخونم. تو بحبوبه شورش وقتی که راسل متوجه میشه که دیگه نمیتونه پیروز بشه تصمیم میگیره تا دست زن و بچه‌شو بگیره و بره خودشو توی اتاق سرور پنهان کنه. موقع رفتن به سمت اتاق سرور دستش از دست همسرش جدا میشه و تصمیم میگیره که بیاد جیمی رو بذاره توی اتاق بعدش خودش بره دنبال همسرش. اما وقتی که برمیگرده میبینه که اون مرده و خودش هم به اسارت شورشیا در میاد. همونطور که توی این قسمت هم دیدیم کلانتر اونو میاره جلوی در و از جیمی میخواد که درو باز کنه، اما تو همین حین دستش روی ماشه لیز میخوره و راسل میمیره. اگه از مکالمه قسمت اول کلانتر با همسرش یادتون باشه گفت که نمیخواستم این اتفاق بیفته و فقط دستم لیز خورد. بعد از این اتفاق هم جیمی دیگه هیچ وقت درو باز نمیکنه و تبدیل میشه به این سولویی که ما الان میشناسیمش. البته تو این قسمت به لطف جولیت بین اون و بازمونده‌ها و سولو یا بهتره بگم جیمی صلح شد و اونا وارد اتاق سرور شدن. بالاخره فضای داخل اتاق سرور سیلو 17 پر از چیزایی بود که سولو تو تمام این سالا ساخته بودشون. کاغذایی که به صورت اوریگامی تا شده بودن تا هواپیما و پرنده‌های مختلف مثل شاهین و بقیه چیزا. همون پرنده‌هایی که بقیه مردم مثل جولیت تو قسمت اول این فصل حتی نمیدونن که چی هستن. رو در و دیوار اتاق از اسب گرفته تا دی ان ای انسان، معادلات ریاضی و نوتای موسیقی همه چی بود. حس می‌کنم این دایره المعارف بودن سولو مخصوصا الان که دیگه به یه تعادل روانی نسبی هم رسیده احتمالاً قرار خیلی به درد جولیت بخوره. اون همه چیزو راجع به رازهای سیلو و دنیای بیرون و زندگی قبل از سیلو هم میدونه و جولیت هم که تشنه فهمیدن ایناست. حتی ممکنه با وجود اینکه لباسشو پیدا کرده رفتنشو به تأخیر بندازه تا بمونه و همه چیزو از سولو یاد بگیره. البته راجع به رفتنش هم حدس میزنم حالا که دوتا لباس داره اون دختر ایتر هم باش بره. البته این فقط یه تئوریه. رفقا نظر شما چیه؟ به نظرتون آینده داستان چطوری پیش میره؟ لطفا نظراتتون رو واسمون این زیر کامنت کنین چون واقعا برامون ارزشمنده. و اگه محتوای ما رو دوست داشتین حتما ویدیومون رو لایک و کانالمون هم سابسکرایب کنین. دمتون گرم. برگردیم به سیلو 18 که ویروس هولستون و آلیسون حالا داره بین بیلینگز و سیمز و همسراشون هم پخش میشه. بیلینگز که رسما به شورشی‌ها ملحق شده و با اون تیکه کاغذش سراغ سیمز هم رفت. از کامیلا هم غافل نشیم که مثل همیشه باهوش‌ترین شخصیت طبقات بالاه که جدای از اینکه میخواد ساید خودش و شوهرش رو عوض کنه این وسط میخواد از آب گلالود یه ماهی هم بگیره و سیمز رو رئیس آینده پسا شورش سیلو کنه. خود سیمز هم که میخواست کلید پیجر برناردو بدزده و از داخل اتاق سرور مطلع شه که البته فکر نکنم بتونه وارد شه و یا حداقل اگه وارد شد زنده از اونجا بیرون نمیاد. راجع به مارتا هم که ناکس متوجه خیانتش شده چون فهمید که کسی جز اون نمیتونه تو اوضاع شورشی پیام رادیویی مخابره کنه. راجع به پلناش با مارتا یه تلس که واسه برنارد پهن شده. خب رفقا اینم از ویدیوی امروزمون. امیدوارم که ازش لذت برده باشین. تا درودی دیگر بدرود.